یه نکته بگیم در رابطه با کسایی که دوست دارن برن توستر بخرن یا اوون توستر بخرن. اینجوری زیر ساده اوون توستر. حالا اون دوستانی که فروشندن که اطلاعات کافی ندارن، اون دوستانی هم که میخوان بخرن با زیاد اطلاعات ندارن. یه خواهشی که ازتون دارم، دو تا نکته رو دقت کنه. ببینید توستر نوعه آکه، داخلش آکه حتما نگاه کنین ببینین اینجا ترموستات داشته باشه و قسمت پایین تایمر. چطوری میتونین تشخیص بدین؟ خیلی راحت شما میتونین تشخیص بدین. اینو اگر ولومش رو بکشین، بیا اینجا نزدیک نشون بده، ولومش رو بکشین ببینین اینجا باید ترموستات باشه نه پلاستیک. وقتی که توستر رو باز میکنیم ببینین از پشت، این از پشتشه، به جایی که ترموستات بذارن و روشن دیگه پلاستیک گذاشتن کورش کردن. و قسمت پایین رو وقتی که میچرخونین این باید تایمر باشه، یعنی مثل تایمرهای ماشین لباسشویی تیک تیک برگرده. اگر اینجوری بود نخرین، چون این پشتش فراشن کلید گذاشتن و تایمر نذاشتن. عملا این توستر شما سریع المنتاش میسوزه و از رده خارج میشه، چون نه ترموستات داره که درجه دما رو تنظیم کنه، نه تایمر داره که طبق اون تایمی که شما میخواین استفاده بکنین عمل کنه و قطع کنه. این نکته رو رعایت کنین توی خرید توستر تا انشالله جنس خوبی رو بتونین بخرین.